سلام به دوستای خوبم. با یه ویدیو دیگه در خدمتتونیم. این دفعه با یه شروع متفاوت. گفتم یه تنوع بدم به استارت ویدیوها. همونطور که میبینین مجسمه مانسترز اینکو داریم از دیزنی، ساخت آیرون استودیوز، که امروز میخوایم با هم آنباکسش بکنیم. اصلا فکر نمی‌کردم باکس اینقدر بزرگی داشته باشه. خیلی خفنه. اصلا هنوز باز نکرده، معلومه که با چه شاهکاری مواجه هستیم. این در واقع از لاین دیزنی آیرون استودیوز است که تا الان کلی در واقع فرانچایزهای مختلف رو زده دیگه، از پوکانتس و پری دریایی و لاین کینگ دیگه، پیتر پن، هرچی که بگین تا الان آیرون استودیوز زده، توی استوری و کلی چیز دیگه. حالا اگه شد عکساشو اینجا من یه ویدیو براتون میذارم که بقیه آیتما رو ببینین. همشون هم کلا خوبن و چند ورژن مختلف دارن، 2 یا 3 تا ورژن دارن، حتی بیوتی بیست هم زده. و اینکه این در واقع ورژن دومشه، چون که ورژن اول یا دوم اگه اشتباه نکنم، چون یه ورژن کامل داره که با رندال و اون در پشتی و کلی چیزای مختلف که در ادامه راجع به اونم صحبت میکنیم. حالا چیزی که اینجا داریم این مجسمه است و وزنش هم 7 کیلوه، جالب طبق اطلاعاتی که روی براون باکسش زده، و حسابی هم سنگینه. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. اول باکس رو نشونتون بدم قبل اینکه باز کنم. این روی جعبه هست، این کنار که لوگو آیرون استودیوز، و اینجا هم یه نمای دیگه از مجسممون، سالی و مایک و بو. اینجا هم که مانسترز اینک. این در واقع انیمیشن مال سال 2001 هست که واقعا یکی از بهترینای پیکسار تا به امروز. فوق‌العاده است، اگه ندیدین حتما پیشنهاد میکنم، مثلا دوبلش که کلی برای ما خاطره هم هست و حسابی نوستالژی. خیلی باحال بود دوبلش. بریم که حالا باکس رو باز کنیم. روی یونولیتو بهترین لحظه آنباکسینگ همیشه اینجاست، کلا آدم سورپرایز میشه. آماده این؟ بریم که ببینیم چجوریه. خب چیزی که اینجا میبینین، حالا من اینوری کنم که فکرم بهتر مشخص باشه. اینور سالیو داریم و مایکو، اینم که بیس بزرگمون. حالا من روی این چیزا رو، نایلون ایناشو بردارم همه رو که بهتر ببینیم داخلش به چه صورته. کلیه قسمت‌های مجسمه رو الان بدون نایلونا می‌بینین. چقدر خوشگله واقعا. آیرون استودیوز داره روز به روز خفن‌تر میشه. یکی از بهترین کارهای آیرون استودیوزه به نظرم. اینجا می‌بینین کپسولا، چه دیتیل خفنی. یه دونه کپسول اینجا داریم، یه دونه اینجا. این کپسولاییه که در واقع ترسا رو توش ذخیره میکردن. بعد یه بیس گنده اینجا داریم. اینجا اول بو رو ببینیم با هم، خیلی بامزه است. دیتیل و تکسچر اصلا بی‌نظیره. مایک وازاوسکی به قول اون خانومه، واقعا بی‌نظیره. اینجا هم این هم چشمای بوه، 2 تا این عروسکی که در واقع پوشیده. سالی هم خیلی سنگین اصلا، واقعا سنگینه. بعد کلی معلوم نیست از دور که نگاه میکنی، کلی اینجوری تکسچر میبینی، تیز تیز داره. در واقع موهاش دونه دونه انگار چیزه اسکالپ شده. فیس و شباهت و همه چی اصلا فوق‌العاده. اینم که پشتشو میبینین کلی تیز تیزه، یعنی خیلی خفنه. اینو اصلا نمیشه زمین گذاشت. من دوباره میذارم سر جاش فعلا، چون اونور بذارم خطریه. کلی چیزای تیز داره. اینم که بیسمون خیلی هم سنگینه. بیس و سالی سنگین ترین قسمت های مجسمن، این جایی که قرار میگیرن و
یه بیس ساده تقریبا که اما تمرکز رو خود کاراکتراست. حالا بریم که شروع کنیم اسمبلی رو شروع میکنیم. ابتدا با بیس بزرگی داره. خب حالا نوبت سالی. این در واقع اینجاشو اگه میبینی یکم سفید شده مجبور شدم سنباته انجام بدم یکم که خوب جا بره، چون یکم سخت جا میرفت و یکم اذیت میکرد. الان میبینین که خیلی خوب جا رفت قشنگ. حالا بریم سراغ مایک. به راحتی جا میره، مگنت هم داره، قشنگ فیت جا رفت. حالا نوبت کپسولاست. این یکی میاد اینجا، این یکی هم که قرار میگیره به صورت خوابیده اینجا به این صورت، و در آخرم بو خودش که به این صورته. شاخکاش هم یکی میاد اینجا، یکی هم اینجا. اینم جوریه که نمیتونید اشتباه بذارین، فقط یه حالت بیشتر جا نمیره. بعدش هم که قرار میگیره پشت ساله، میبینید بالا رو به این صورت میاد اینجوری با مگنت و مجسممون تکمیل میشه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشیم. واقعا یکی از جذاب‌ترین مجسمه‌های آیرون استودیوز که تا به حال دیدم و تو لاین دیزنی یکی از باحال‌تریناست، مخصوصا با این ترکیب رنگ و رنگ‌های خیلی زنده، خیلی تو چشم میاد و حجم خیلی خوبی هم داره، با اینکه تو مقیاس 1/10 ولی واقعا سایزش خیلی خوبه و تقریبا 7 کیلو بود. یه ورژن دیگه هم همونطور که گفتم این مجسمه داره که خیلی بزرگتره، 12 کیلو وزنش میشه و بیس بزرگتر و یه حالت بیس دایوراما داره که اون در و کپسولا و اون رندال، حتی حالا عکسش هم اینجا براتون میذارم، اون ورژن کاملش تقریبا 3 برابر این قیمت داره. و کلا لاین دیزنی آیرون استودیوز خیلی گرونه. مثلا این مجسمه تو سایت رسمیش قیمت خامش $250 که تو اروپا 310 یورو بود، ولی ورژن کاملش $800 که تو اروپا 900 و فکر کنم 30 یورو بود اگه اشتباه نکنم، و تقریبا یه تفاوت 3 برابری داره. ولی خب به نظر من اون ورژن با اینکه خیلی کامل و خفنه، اگه میتونین اونو بگیرین که چه بهتر، ولی اینم یه جورایی نسبت به قیمتش کارو در میاره و دیگه تکمیله دیگه، همه چی داره و کاراکترهای اصلی هم داخلش هستن، حالا به جز رندال و در که توجیه اون قیمت زیادو نداره. در کل لاین دیزنی آیرون استودیوز واقعا جذابه، خیلی از سری‌های مختلفو زده و چیزی که من امیدوارم بزنه و معرفی کنه مال هرکولسه، یا همون هرکول، که اون اگه بزنه من حتما برای خودم میگیرم چون کلی برای من نوستالژیه. مرسی که تا به اینجا همراه من بودین. ویدیوهای دیگه هم حتما توی پیج نگاه کنین و امیدوارم که روز به روز بتونین ویدیوهای خیلی خفن‌تری رو براتون آماده کنیم. برای دوستانتون هم فراموش نکنین که به اشتراک بذارین و زیر این پستم حتما کامنت بذارین و نظرتون رو راجع به این مجسمه خفن به من بگین. تا آنباکسینگ‌های بعدی، خدا نگهدارتون. I'll try to be less careless. I'm
watching you, Wazowski. Always watching. Whew, she's nuts.